تجربه 200 تا کمپین فروش که ما برگزار کردیم و 80% اونها بسیار موفق عمل شده نشون میده که فروش یک فراینده. اگر شما میخواید یک کمپین فروش موفق و پولساز داشته باشید، باید فرایند 0 تا 100 رو کامل و با همه جزئیاتش اجرا کنید. بعضیا فکر میکنن کمپین فروش صرفاً جشنواره تخفیف گذاشتنه. میاد یه تخفیف میذاره و چند روز اینو اعلام میکنه، میگه من کمپین گذاشتم، در صورتی که اصل و اساس داستان کمپین فروش اون نیازسازی اولیه است. اگر شما همه فرآیندهای کمپین فروش مخصوصا نیازسازی رو خیلی خوب و دقیق اجرا کنید، حتما نتیجه بسیار عالی میگیرید. حالا اگر میخواد یک نیازسازی خیلی خوب داشته باشید، فقط کافیه یک متن خیلی خوب یا یک پرامپت به هوش مصنوعی بدید و از چت جی پی تی بخواید نیازسازی خیلی خوب رو برای شما درست کنه. ما معمولا از هوش مصنوعی برای گرفتن مطالب نیازسازی بسیار استفاده می‌کنیم. حالا اگر میخوای محتوایی که ما برای نیازسازی توی استوری ها، توی کانال تلگرام و توی پیامک‌ها استفاده می‌کنیم رو در اختیار شما بذارم، فقط کافیه کلمه کمپین رو زیر این پست کامنت کنید تا من پرامپت ها و دستوراتی که ما از چت جی پی تی استفاده می‌کنیم برات ارسال کنم که به راحتی بتونی با نیازسازی بسیار قوی و حرفه‌ای کمپین‌های فروش عالی رو برای خودت رقم بزنی.